به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی بسیار زیبا شروع میکنم. رمانی خیلی خیلی قدیمی و خیلی قشنگ و البته کمی هم کم لطفی در مورد این رمان شده، ولی کسانی که بهشون معرفی شده این رمان و خوندنش تا انتها بسیار لذت بردن. رمان چین‌خوردگی در زمان اثر مازلین لانگر که در 1962 در امریکا این کتاب چاپ شده. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنید و اگر خوشتون اومد برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. لطفاً با من همراه باشید. زندگی با تمام قوانین، الزامات و آزادیش به یک غزلواره میماند. قالب آن را به شما میدهد، اما باید شعر را به دست خود بنویسید. رمان چین‌خوردگی در زمان یک رمان علمی فانتزی است که توسط نویسنده امریکایی مازلین لانگل در سال 1962 منتشر شد. این کتاب خیلی زود با بازخوردها و نقدهای مثبتی روبرو شد و توانست مدال نیوبری، جایزه کتاب سکویا و جایزه لوئیس کارول شرف را به دست آورد. در طول رمان شخصیت‌های جوان داستان مگ و چارلز و کالوین با سفر در زمان و فضا قصد دارند آقای موری، پدر چارلز و مگ که در مکانی نامعلوم گیر افتاده را نجات دهند. این سه کودک در طول سفرهای خود پا به عرصه نوجوانی گذاشته و با این رشد و تکامل نویسنده استادانه نبرد میان خیر و شر، خوبی و بدی، تقابل جهان بزرگسالی و نوجوانی را به تصویر کشیده است. همانطور که شخصیت‌های داستان با کشمکش‌هایی چون عشق، الوهیت و مسئله خیر دست و پنجه نرم می‌کنند، رمان پرسش‌های فلسفی و مهمی حول محور معنویت و هدف انسان در زندگی مادی مطرح می‌کند. لانگر برای خلق خانواده موری از خانواده خود الهام گرفته است. کالینان یکی از منتقدین به نام خاطر نشان می‌کند که لانگل در یک فضاسازی آمیخته با عناصر، داستان‌های فانتزی و علمی تخیلی دست به آفرینش شخصیت‌هایی زده که با خود او دارای هدف و منافعی مشترک هستند. در حقیقت رنگ و لعاب علمی و مذهبی داستان تا حد بسیاری منعکس کننده زندگی لانگر می باشد. در زمان انتشار کتاب، کیرکوس ریویوز نوشت: خوانندگانی که طرفدار مرجع و کتابی نمادین هستند، ممکن است با موضوع سفر در زمان و فضا بسیار هیجان زده شوند. همچنین هومبوک مگزین نوشت: در اینجا ترکیب علم، فلسفه، طنز، مذهب، صنایع ادبی و نقل قول‌های از انجیل بی تردید بسیاری از منتقدان را به سمت خود جذب می‌کند. رمان بسیار جذاب است. داستان پیچ و تاب‌های عجیبی به جهان تخیل می‌دهد و البته پاداش خواننده نیز دوچندان است. در یک مقاله درباره کتاب‌های برنده مدال نیوبری از سال 1956 تا 1965 کارولین هویتسنس نوشت: هیچ تردیدی وجود ندارد که کتاب بسیار جذاب و سرگرم کننده بوده و با ذوق و قریحه بسیار نوشته شده است. با این حال سوالاتی در مورد کیفیت آن مطرح است. چین‌خوردگی در زمان رتبه 23 در فهرست 100 کتاب ستایش شده از سال 1990 تا 2000 انجمن کتابخانه امریکا قرار دارد. برخی از دلایل و معیارهای گزینش این کتاب در فهرست 100 رمان برتر عبارتند از ارجاع و درونمایه‌هایی در باب عقاید مذهبی و معنویت و نشان دادن تمثیلی از مسیح در کنار هنرمندان،
فیلسوفان و دانشمندان که این مهم به نوبه خود مبنی بر وجود برابری در میان این افراد است. یک مطالعه در سال 2004 نشان داد که این رمان جزء دروس آموزشی دانش آموزان سال ششمی در مدارس سندیگو کالیفرنیا است. بر اساس نظرچندی توسط اسکول لایبرری جورنال در سال 2012 این رمان در فهرست 100 رمان برتر کودکان تمام ادوار جای گرفت. مگ شخصیت اصلی رمان چین‌خوردگی در زمان دختری نوجوان است که به همراه برادر کوچکتر خود چارلز و همچنین یکی از دوست‌های صمیمی‌اش به نام کالوین تصمیم می‌گیرد تا برای نجات پدرش که دانشمندی با تجربه و سرشناس است در زمان سفر کند. آقای موری به دست نیروهای شیطانی در سیاره دیگری زندانی شده است و حال فرزندانش قصد دارند او را نجات دهند. در ابتدای کتاب مگ یک دختر بی دست و پا اما دوست داشتنی است که به خاطر ناپدید شدن پدرش بیش از 1 سال است که در وضعیتی نامطمئن به سر میبرد و تمام فکر و خیالش از این موضوع مشوش است. داستان با ورود خانم واتسیز به خانواده موری در یک شب تاریک و طوفانی شروع می شود. اگرچه خانم واتسیز یک آدم نامطمئن و بی سر و پا به نظر می رسد، اما در واقع او یک موجود آسمانی است که می تواند افکار مگ را بخواند. او از وجود یک چین‌خوردگی در زمان و فضا به نام تستراکتد خبر می دهد که از این طریق مگ و همراهانش می توانند در بعد 5 سفر کنند و آقای موری را نجات دهند. مگ چارلز تصمیم می گیرند به خانه خانم واتسیز بروند. در راه آنها با کالوین پسری محبوب در مدرسه که چارلز آن را فردی نودوست و مهربان می داند برخورد می کنند. هر سه آنها از صحبت‌های خانم واتسیز و دوستانش خانم هو و خانم ویچ به این موضوع پی می‌بردند که یک موجود شرور و شیطانی به نام دارک جین که شمایلی مانند یک ابرقول‌پیکر دارد و ستارگان را می‌بلعد قرار است جهان را به نابودی بکشاند. تاکنون چندین سیاره به تسخیر این موجود اهریمنی درآمده است، از جمله سیاره کامازوتس که آقای موری پدر مگ و چارلز در آن زندانی است. خانم واتسیز به همراه 2 دوست دیگرش بچه‌ها را به کامازوس انتقال می‌دهد و به آنها توصیه می‌کند که در این سفر جستجو برای نجات آقای موری هرگز از یکدیگر جدا نشوند. به نظر می‌رسد در کامازوتس همه چیز دست نخورده است و این سیاره توسط یک مغز غول‌پیکر به نام آیتی اداره می شود. چارلز تلاش می کند تا با هوش استثنایی خود با این موجود زیرک مبارزه کند، اما خیلی زود نیروی شر بر او غلبه کرده و از او یک موجود ربات مانند می سازد که تنها قادر است کلمات این مغز بزرگ را تکرار کند. چارلز تحت کنترل نیروی تاریک سیاره مگ و کالوین را به سمت آقای موری هدایت می کند، جایی که هر سه آنها با نیروی شیطانی سیاره مغز بزرگ روبرو می شوند. آنها قادر به مقاومت در برابر این مغز بزرگ نیستند، اما در ثانیه‌های آخر آقای موری به کمک مگ و کالوین می آید و دست آن موجود شرور گریخته و با استفاده از یک تراسکت به سیاره دیگری سفر می کند. سیاره‌ای که محل زندگی یک غول بزرگ و پشمالو است که از مسافران زمان محافظت می کند. با این وجود چارلز زندانی آن موجود شرور ارباب بیچون و چرای سیاره کامازوت باقی می ماند. در سیاره جدید خانم واتسیز به همراه دوستهای خود ظاهر می شود و حالا مگ به این موضوع پی برده است که باید برای نجات برادر خود تنهایی به سیاره کامازوت سفر کند. خانم ویچ رازی را برای مگ افشا می کند که می تواند به عنوان یک سلاح مخفی از آن در برابر ارباب کامازوت استفاده کند.
خانم ویچ به او میگوید که چیزی در وجود مگ نهفته که میتواند همان سلاح مرگبار در برابر شر باشد. اما در این بین مگ باید خود این سلاح و توانایی را کشف کند. هنگامی که مگ با آن موجود شرور روبرو می شود، به ماهیت آن سلاح مخفی پی میبرد. توانایی عشق ورزیدن بنابراین با تمرکز بر این توانایی ذاتی او هویت اصلی چارلز را احیا می کند و چارلز را از دست آن موجود شرور نجات می دهد و به کمک تراسکت و سفر در زمان و فضا از آنجا گریخته و سر از سیاره زمین و باغچه کوچک برادرش در می آورد. در آنجا آقای موری و کالوین نیز به آنها می‌پیوندند. اکنون پس از مدت‌ها دوباره مزه و طعم شیرین خانواده بودن را احساس می‌کنند. جین‌خوردگی در زمان رمانی معنوی است که تأکید بسیاری بر دستگیری‌های الهی و پیام‌های برجسته مذهبی دارد. طبق نظر جیمز پی سی سیمپسون، مسئله عشق و گرایش عمیق به روشنایی و نور در رمان به طور مستقیم نشان دهنده عشق به خدا و عیسی مسیح است. علاوه بر این، کودکان نیز با دستگیری‌های الهی روبرو می‌شوند که این مهم نشانه حضور خدا در جریان عادی زندگی و همچنین گستره قدرت و عشق خداوند است. آثار فانتزی لانگل به نحوی قابل مقایسه با دیدگاه نویسنده بزرگ سبک فانتزی سی لوئیس است. لانگل خود نویسنده رسمی کلیسای یحیای مقدس در شهر نیویورک بود که این کلیسا به خاطر موقعیت برجسته خود در جناح لیبرال کلیسای اسقفی شناخته شده است. مسیحیت لیبرال لانگل خود مورد انتقاد بسیاری از محافظه‌کاران بوده است، به خصوص در مورد برخی از عناصر و درون‌مایه‌های مذهبی که در رمان چین‌خوردگی در زمان وجود دارد. لانگل از نشانه‌های مذهبی و اساطیری متعددی در نامگذاری مکان‌ها در رمان استفاده کرده است. نام کامازوت اشاره به خدای خفاشی شکل قوم مایا دارد که این خود تنها یکی از نشانه‌های اسطوره‌شناسی لانگل به شمار می‌رود. نام سیاره لکسول یا لکسل در رمان که محل زندگی هیولای بزرگ و پشمالو است، به الهه طبابت قوم مایا اشاره دارد. آبریل سیاره‌ای با کوه‌های بسیار بلند است که نام آن اشاره به آرشنگل یوریل دارد و موجودات ساکن در آن شبیه سناتور موجودی از اساطیر یونان باستان هستند. مکانی که خانم واتسیت از آن آمده است جایی است که فرشتگان نگهبان به مسافران بینش عمیقی از جهان را نشان می‌دهند که از زمین قابل لمس و دیدن نیست. در حقیقت خانم واتسیت و دوست‌هایش نماد 3 ستاره باستانی هستند که به فرشتگان نگهبان معروف شدند. مسئله نبرد، خیر و شر یا نبرد نور و تاریکی یکی از درونمایه‌های اصلی داستان است. لانگل با استفاده از نقل قول‌های از انجیل یوحنا و این موضوع تاکید کرده است. هنگامی که خانم واتسیت و دوست‌هایش نقش‌های مخفی خود در مبارزه کیهانی در برابر تاریکی را افشا می‌کنند، آنها از کودکان می‌خواهند تا نام چند تن را که حاضرند با تاریکی مبارزه کنند به آنها بگویند. بچه‌ها 2 شخصیت اصلی در ادیان مختلف یعنی عیسی مسیح و بودا را نام میبرند. با این وجود سارا پولیان بیلی روزنامه‌نگار مذهبی شک دارد که آیا رمان حاوی درونمایه و عناصر مذهبی است. بیلی توضیح می‌دهد که بسیاری از خوانندگان بر این باورند که رمان باعث اشاعه افکار جادوگری می‌شود تا اینکه معنویت و مسیحیت را ترویج دهد. بیلی معتقد است که به علت ویژگی‌های نسبی‌گرایی بالقوه رمان، مسیحیان محافظه‌کار اینگونه استدلال می‌کنند که بی‌تردید تفسیرهای مختلفی که از القاءات مذهبی صورت گرفته بیشتر نشانه‌های ضد مسیحیت است. با این حال بیلی در مجله خود
از زبان لانگر چنین نقل می‌کند: اگر تا به حال کتابی نوشته باشم که احساساتم را درباره خداوند و جهان آشکار سازد، این همان کتاب است. علاوه بر این، در او مایه‌هایی از تضاد و سرکشی نیز به چشم می‌خورد. حکومت سیاره کامازوس درست نمود سرکشی و مخالفت با ایده‌هایی است که لانگر بسیار بر آنها پافشاری می‌کند. حتی چارلز نیز در طول داستان تسلیم شده و با تفکرات و عقاید سلطه‌گرانه تسخیر می‌شود و تنها به لطف مگ و خانواده‌اش بعدها نجات می‌یابد. به گفته نوه نویسنده شارلوت جونز ویکلیف، این داستان صرفاً یک تمثیل ساده از کمونیسم نیست، بلکه عقاید سلطه‌جویانه و حاکمیت مطلق نتیجه دیکتاتوری رژیم‌های ستمگر است که میل شدیدی به افراطی‌گرایی و برقراری امنیت تحت نام دموکراسی دارند. محقق جین فلوتون می‌نویسد داستان لانگر برای خوانندگان جوان از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا او یکی از نخستین کسانی بود که به طور مستقیم به مسائل عمیق و ظریف مانند مرگ، برابری اجتماعی و حقیقت توجه ویژه‌ای داشت، مسائلی که جوانان باید با آن مواجه شوند. کامازوس سیاری است با عقاید و رفتارهای دیکتاتوری و افراطی که توسط مغزی بزرگ به نام آیتی اداره می شود. کامازوس تا حدی شبیه به زمین است، با درختان آشنایی مانند کاج و افرا و تپه معمولی که کودکان روی آن فرود می آیند و شهری با دودکش‌های بسیار که به نوبه خود می توانست مانند یکی از هزاران شهر آشنای زمین باشد. وحشتی که در آنجا نهفته است به خاطر ظاهر عادی و بی‌نهایت تکراری آن است. خانه‌ها دقیقاً به شکل مربع‌های کوچک خاکستری رنگ و تمامی شبیه یکدیگر هستند که به گفته دونالد هیتینگا این تصویرسازی در حقیقت حومه در حال رشد امریکا را نشان می‌دهد، مانند ساخت‌وسازهای مسکونی پس از جنگ در لویتون، پنسیلوانیا. مردمی که در خانه‌ها زندگی می‌کنند به طور مشابه به عنوان شخصیت‌های مادر توصیف می‌شوند، چرا که همه از لحاظ ظاهری یکسان هستند. یکی از صاحب نظران به نام ویلیام بلکبرن چنین توصیف و فضاسازی را با تصویر اولیه زندگی در ایالات متحده تحت رهبری یک دولت کمونیست در اوایل دهه 60 مورد قیاس قرار داد. مقایسه‌ای ضد و نقیض که البته او بعدها از آن صرف نظر کرد. لانگر یکی از رمان‌نویس‌های مشهور امریکایی است که بیش از 60 کتاب و ده‌ها جایزه در کارنامه نویسندگی خود دارد. او در تمام آثار خود عقاید مسیحیت را با پیشرفت علم و فناوری درآمیخته و گاه به بررسی نقاط مشترک و متضاد آن دو نسبت به یکدیگر می‌پردازد. دیدگاه او در مورد مجازات الهی شبیه به جورج مکدونالد است که تأثیر زیادی بر کارهای داستانیش نیز داشته است. لانگر معتقد بود من نمیتوانم باور کنم که خداوند دوست داشته باشد مجازات ما همیشه ادامه یابد، درست مانند والدینی که از روی محبت فرزندان خود را تنبیه می‌کند. هدف کلی این مجازات عاشقانه درس دادن است و تا زمانی ادامه می‌یابد که درس گرفته باشیم. این درس همیشه عشق است. لانگر جایزه مارگارت ادواردز از انجمن کتابخوانه امریکا در سال 1998 دریافت کرد. جایزه ادواردز به نویسنده یا مجموعه آثاری تعلق می‌گیرد که سهم قابل توجه و پایداری در ادبیات نوجوان داشته باشد. مادلین لانگر در 28 نوامبر 1918 در نیویورک امریکا متولد شد. او تنها فرزند خانواده‌اش بود و در زمینه نویسندگی، رمان‌نویسی و نواختن پیانو فعالیت هنری داشت. مادلین اولین داستان خود را زمانی نوشت که تنها 5 سال داشت. ژانر کتاب‌های مادلین
در زمینه‌های علمی و تخیلی برای کودکان و نوجوانان است. او اولین رمان خود را با عنوان باران کوتاه در سال 1945 منتشر کرد و پس از آن نیز بعد از مدت 4 سال دومین رمان خود را نوشت. اما او در تلاش نوشتن مجموعه داستانی بود که بالاخره بعد از 6 سال تلاش توانست آن را منتشر کند. رمان چین‌خوردگی در زمان اثری فوق‌العاده و جاودانه است که در بین مردم سراسر دنیا محبوب می‌باشد. البته شاید این رمان در بین مردم ایران زیاد شناخته شده نباشد، اما مسلماً تمام افراد علاقه‌مند به کتاب‌های علمی تخیلی این کتاب بی‌نظیر را می‌شناسند. این رمان در رابطه با زندگی یک خانواده که مرد و پدر آن خانواده دانشمندی بزرگ بود که دارای 2 فرزند که شامل 1 دختر و 1 پسر بود. در طی داستان دختر این دانشمند سعی داشت با همیاری و کمک برادر کوچکترش پدرش را از شر نیروهای شیطانی نجات دهد. اما به دنبال اتفاقاتی که می‌افتد آقای موری دانشمند و 2 فرزندش مگ و چارلز در مکانی نامعلوم گیر می‌افتند. مازلین برای خلق این اثر تصمیم گرفت که از خانواده خود الهام بگیرد و شخصیت‌های داستان را مانند اعضای خانواده خود طراحی کرد تا حدی که بسیاری از خوانندگان و منتقدینی که با مازلین آشنایی داشتند بر این اعتقاد بودند که شخصیت اصلی داستان یعنی مگ موری شباهت زیادی به او دارد و هدفها و عقایدش با او یکی میباشد. مگ شخصیت و کاراکتر اصلی رمان است که به تازگی وارد عرصه نوجوانی شده است. او یک دوست صمیمی و وفادار به نام کارولین دارد که با یکدیگر به خوبی در ارتباط هستند و در هر شرایطی به هم کمک می‌کنند. اما در داستان اتفاقی برای پدر مگ و چارلز می‌افتد که این 2 تصمیم می‌گیرند تا به پدرشان برای رهایی از شرارت‌ها و بدی‌ها کمک کنند. پدر آنها دانشمند است، دانشمندی مشهور که کارش سفر در زمان است، اما در طی همین سفرها توسط یک نیروی شیطانی در زمان و سیاره دیگر زندانی و اسیر می شود و قریب 1 سال به خانه باز نمی گردد. بعد از اینکه مگ و چارلز توسط خانم واتسیز از وجود چین‌خوردگی در زمان و فضا مطلع می شوند، فهمیدند که پدرشان در این چین‌خوردگی اسیر شده و همین دلیل غیبت اوست و اینکه پدرشان به کمک آنها نیاز دارد، پس آنها تصمیم به شروع سفرشان گرفتند. در این سفر کارولین دوست صمیمی مگ نیز با آنها همراه است. این سفر برای یک کودک و 2 نوجوان کمی دشوار به نظر می رسد، اما کشمکش‌ها و اتفاقات آن باعث جذابیت داستان و آموزش به کودکان و نوجوانان می شود. شخصیت اصلی رمان مگ موری دختر نوجوان آقای موری می باشد که مازلین شخصیت آن را از اخلاقیات و شخصیت خودش الهام گرفته است. برادرش چارلز موری، خانم واتسیز و دوست صمیمی‌اش جزء دیگر شخصیت‌های پررنگ داستان می‌باشند که هر کدام دارای ویژگی‌های شخصیتی و ذاتی خاصی می‌باشند که در طول داستان برایشان اتفاقات متفاوتی رخ می‌دهد. که شرایط روبرو شدن با این مشکلات در رمان چین‌خوردگی در زمان به گونه‌ای است که درون‌مایه اصلی داستان را علاوه بر تخیلی بودن به سمت مسائل مذهبی هم سوق می‌دهد. تم و موضوع اصلی رمان چین‌خوردگی در زمان به گونه‌ای است که بتواند اعتقادات مذهبی و خیر و شر را به کودکان و نوجوانان آموزش دهد. مازلین می‌خواهد در این کتاب به کودکان و نوجوانان آموزش دهد که خیر و خوبی‌ها همیشگی هستند و هیچگاه از بین نخواهند رفت و اینکه چگونه باید با ظلم و بدی‌ها مبارزه کرد. در طی آن چارلز موری، پسر بیش‌فعال خانواده، در طی اتفاقاتی که در طول سفرشان می‌افتد، زندانی نیروهای شروری می‌شود و برای نجاتش مگ می‌تواند با یک نیروی ذاتی ماورالطبیعی برادرش را احیا کند. او در این بخش می‌خواهد مسائل مذهبی را در مورد حضرت مسیح و خداوند
گوشزد شود که با خواندن کامل داستان متوجه آن خواهید شد. بدون شک یکی از بی‌نظیرترین رمان‌های نوشته شده تا این زمان میباشد. از نظر اکثر تحلیلگران و منتقدان این رمان بیشتر معنوی میباشد که میخواهد در قالب یک داستان تخیلی علمی به ما بفهماند که خداوند چقدر در زندگی ما تاثیرگذار است و در هنگام سختی‌ها و مشکلات به ما یاری میرساند و عشق و محبت‌های الهی را در زندگی به ما نشان میدهد. مازلین در طی زمان فعالیتش در زمینه رمان‌نویسی بیش از 60 اثر را خلق می‌کند. از آنجایی که داستان رمان چین‌خوردگی در زمان به گونه‌ای بود که با استقبال بی‌نظیری روبرو شد، پس از گذشت مدتی فیلمسازان تصمیم به ساخت نسخه ویدئویی این داستان گرفتند که این فیلم به تازگی ساخته شده و برای نمایش به اجرا درآمده است و همانطور که انتظار می‌رفت به دلیل داستان قوی که داشت، این فیلم کارنامه بسیار درخشانی داشت و مردم و منتقدین بسیار از آن استقبال کردند. همانطور که گفته شد، این کتاب آنقدر قوی نوشته شده که با یک بار خواندن آن بیشک می‌خواهید باز هم آن را بخوانید و برای دیگران بازگو کنید. البته که این رمان در بین مردم کشورهای دیگر به خصوص مسیحیان به شدت معروف و بی‌نظیر میباشد، اما خواندن آن به هر شخصی در هر رده سنی توصیه می‌شود، زیرا در آن خوبی‌ها به طوری نمایانگر است که می‌تواند به مردم بیاموزد که عشق و اعتقادات شخصی و قبول داشتن خودشان چقدر می‌تواند در زندگی به آنها کمک کند. پس باید گفت خواندن این کتاب می‌تواند مسائل اخلاقی و مذهبی زیادی را در قالب یک داستان هیجان‌انگیز به ما آموزش دهد. این کتاب جزء مجموعه‌ای است به نام کلاسیک‌های خواندنی، مجموعه‌ای که اولویت آن انتخاب آثاری است که برای خواننده خواندنی، سرگرم کننده و آموزنده باشد. منظور از کلاسیک آثاری روایی، اعم از رمان، مجموعه داستان از هر ژانر یا حتی زندگی‌نامه و سفرنامه است. محدوده تاریخی گزینش این آثار نیز از ابتدای قرن 17 دقیقاً 1605 میلادی یعنی سال انتشار جلد اول دونکیشوت اثر سر واستون نخستین رمان‌نویس ادبیات به مفهوم امروزی آن تا پایان قرن 20 در نظر گرفته شده است. رمان چین‌خوردگی در زمان بنمایه‌هایی را یککاسه می‌کند که سالها به طور پراکنده در دفترچه‌های خاطرات نویسنده آن مازلین نوشته می‌شده است. موضوعاتی از تعمق درباره خطاهای فردی گرفته تا نوشته‌های انیشتن درباره نسبیت. مازلین در ژوئن 1960 در دفترچه خصوصی خاطراتش نوشت: اگر تا به حال کتابی نوشته باشم که حاوی عقایدم درباره خدا و کائنات باشد، همین کتاب است. این نویسنده ابتدا سردی‌ها و تحقیرهایی را نسبت به این کتاب دریافت کرد. او به خودش می‌گفت: می‌دانم که این کتاب خوبی است. این سرود تحسین من برای زندگی است. ایستادگی من برای زندگی و در برابر مرگ. بخش کوچکی رو از کتاب براتون میخونم و وایس رو تمام میکنم. چارلز وارز گفت: میدونستیم توی خطر میافتیم. خانم چیه بهمون گفت؟ آره، اینم گفت که تو بیشتر از من و مگ در خطری و باید احتیاط کنی. همینجا پیش مگ بمون رفیق. من میرم تو و سر و گوشی آب میدم، بعد میام خبرت میکنم. چارلز وارز قاطعانه گفت: نه خانم چیه گفت از هم جدا نشیم. گفت تنهایی جایی نریم. به تو گفت تنهایی جایی نرو. من از همتون بزرگترم و باید قبل از شما برم تو. مگ صاف و پوسکنده گفت: نه، چارلز درست میگه. باید پیش هم بمونیم. اگر نیای بیرون چی؟ باید بیایم دنبالت؟ نه بیخیال. اما بیاین دستهای همدیگر رو بگیریم اگر اشکالی نداره. بچه‌ها با احتیاط و آرام از میدان گذشتند. ساختمان عظیم مرکزی اطلاعات فقط یک در داشت.
یک در غول‌پیکر به بلندی 2 طبقه و عریض‌تر از یک اتاق ساخته شده از یک ماده برنزه مانند بیریخ. مک با پوزخند گفت باید در بزنیم؟ کالوین در را وارسی کرد. دسته یا دستگیری یا چفت و بستی که نداره. شاید راه دیگری برای وارد شدن باشه. چارلز گفت به هر حال بیاین در بزنیم. دستش رو بالا برد، اما قبل از اینکه دستش با چیزی تماس پیدا کنه در به 3 قسمتی که تا 1 دقیقه پیش نامرئی بود تقسیم شد و از بالا و 2 طرف کنار رفت. بچه‌ها هاج و واج به سالن ورودی بزرگی نگاه کردند که از مرمر سبز کمرنگ مات درست شده بود. نیمکت‌های مرمر جلوی 3 تا از دیوارها به ثبت شده بودند. مردم روی نیمکت‌ها مثل مجسمه نشسته بودند. انعکاس رنگ سبز مرمر روی صورت‌هاشان آنها را بدخلق و بدقلق نشان می‌داد. با باز شدن در سرهاشان را برگرداندند، به بچه‌ها نگاه کردند و دوباره سر برگرداندند. چارلز گفت یالا و آنها که هنوز دست همدیگر را گرفته بودند قدم به سالن گذاشتند. با عبور آنها از درگاه در آهسته بسته شد. مک به کالوین و چارلز نگاه کرد که مثل همان آدم‌های در حال انتظار صورت‌های سبز رنجور داشتند. بچه‌ها به سوی دیوار خالی 4 رفتند که به نظر غیر مادی می آمد، جوری که انگار میشد از میان آن رد شد. چارلز دستش را روی آن گذاشت، محکمه و مثل یخ سرده. کالوین هم به دیوار دست زد. اوه! دست چپ مک در دست چارلز بود و هیچ دلش نمیخواست برای لمس دیوار دست او را رها کند. چارلز آنها را به سمت یکی از نیمکت‌ها برد. بیاین از یه چیزی بپرسیم. از یکی از مردها پرسید میشه بهمون بگین روال کارها اینجا چجوریه؟ تمام مردها کت و شلوار اداری بیرنگ و رو پوشیده بودند و گرچه قیافه‌هایشان مثل قیافه‌های مردم روی زمین با هم فرق داشت، شباهتی هم بینشان وجود داشت. مک فکر کرد مثل شباهت آدم‌هایی که سوار مترو میشن، فقط توی مترو گاهی آدم‌های متفاوت می‌بینی و اینجا نه. مرد با خستگی به بچه‌ها نگاه کرد. داریم چه کاری انجام میدیم؟ چارلز پرسید. چجوری کسی رو که مسئول اینجاست پیدا کنیم؟ مرد با خشونت گفت باید مدارکتون رو به دستگاه A نشون بدیم. اینو که باید بدونی. کالوین پرسید دستگاه A کجاست؟ مرد به دیوار خالی اشاره کرد. این داستان بسیار زیباست. حتما بهتون پیشنهاد میکنم این کتاب رو بخونید و از خوندنش لذت ببرید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.